آقای دکتر، من وقتی سوالات ریاضی رو حل میکنم جواب اشتباه به دست میاد. فکر کنم سوالات مشکل داره. سوالات ریاضی مشکل نداره، یا عقل تو مشکل داره یا نمیفهمی. اگه نمیفهمی من کلاس خصوصی میذارم، ساعتی 500,000 تومن. بیا خونه من شب ساعت 12 بعد من خودم به آموزش بدم. آقای دکتر من خیلی تلاش کنم ولی به جایی نمیرسم، چیکار کنم؟ خب بیشتر تلاش کن، اگه بازم جواب نداد خودکشی کن. نفر بعد. الو. ای دکتر این ست کاری نکن. الو. آقای دکتر، شما اگه دستمون میزنیم میمیریم ولی دستمون رو میزنیم نمیمیریم.